حسن تویی؟ باز اومدی اینجا چی کار؟ سب اون سوتو بده من بهت میگم وایسا بالاخره که دستم بهت میرسه سب ببینم بده به من اون سوتو نمیدم بهت میگم بیا اینجا دختر جوپون سب کن دختر جوپون بیا اینجا اون سوتو بده به من ببینم نمیدم زود باش ببین بالاخره که اون سوتو یه جوری قیچی میکنم از گردنت سب کن مگه دستم بهت نرسه آی وایسا ببینم لاکشی اینجوری کاسه خوش میرن اوی بچه ببخشید خسته نباشین دخترا سلامت دختر حسابی خسته نباشین اما وقتی شما دارین زیر آفتاب کار میکنین شوهراتون کجا؟ نه؟ بازم توی قهوه خونه دارن بازی میکنن آره؟ ترجیح میدم بترشم تا اینکه همچین شوهرایی گیرم بیاد این شوهری که تو میخوای کجا گیر میاد ظریفه راستی تو چه جور شوهری میخوای دخترم؟ حتما رمانتیک و احساسی. اگه زدن دوست درش صداش در نیاد. من همه‌شونو میخوام همه‌شونو شماها برین فکر شوهرای عتیقه خودتون باشین دخترا حسن ببین منو بالاخره که اون سوتو میچینم خیلی خوب شما هم صبر کنید حسابی صبر کنید تا من برم یه ضد حال به اون شوهرای لنده هور عتیقتون بذارم حساب کار دستشون بیاد و حالشون جا بیاد میبین ای وای این دختری شهر باز الان میره همه رو به هم میریزه باشین بریم حالا میبینین چی کارشون میکنم اسم خودشونم مثلا گذاشتن من یه حالی ازشون بگیرم جمیعان سلام احوالتون خوبین بچه نمیگذره یه موقع بهتون خدا رو شکر کاملا معلومه وقتی که زنا و دختراتون دارن زیر آفتاب کار میکنن شما دارین اینجا خوش میگذرونی خیلی هم عالیه نه واقعا دستتون درد نکنه چی شد خیلی خوبه نه داره به منم خوش میگذره ببینم میخواید چیکار کنین داره به من حسابی خوش میگذره دختر دیوونه معلومه چه کار میکنی؟ چون تو خودت ترشیدی دلیل نمیشه که بخوای زندگی مردم رو خراب کنی بارا پی کاره منو ببین بهم نگاه کن ببینم خوب نگاه کن آقا تو برو فکر خودت باش اگه قراره یه نفر مثل شماها بیاد منو بگیره میخوام 100 سال سیاه نیاد والا اون روی منو بالا نیارید اعصابم ندارم چطور خور میکنم ای بابا هر کی این دختر رو بگیره بدبخت میشه به خدا بدبخت میشه اون چوب من کو چوب منو بدید ببینم خدا به پدرش صبر بده ظریف توپراک